درود با عاشقان سلسله ویدیوهای ما با نام وطن دیگرای. امروز در بازار مرکزی شهر حصار بودیم و همین شب و روز بالا رفتن نرخ و نوای محصولات نیاز اولی مردم از قبیل آرد و روغن و شکر خیلی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح است که دلیلش هم جنگ پوتین و زلنسکی میدانند یا جنگ پوتین و امریکا میدانند یا جنگ پوتین و اروپا میدانند. و ما هم که امروز حصار آمدیم ده زادگاه دیار پدری و وقتی که از بازار مرکزی حصار امروز چند خرید کردیم با شما میخوام برسونم که نرخ یک لیمچه آرد 50 کیلوگرمه در بازار مرکزی شهر حصار 330 سامانی تا 340 سامانی که این همگی دو روز پیش 280 و 90 همین بود و نرخ روغن یک لیترش 23 سامانی که همگی چند روز پیش در 18 و 19 و 20 سامانی میافتیم. خب شکر 12 13 سامانی نرخش. ما اگر با کارتوشکا و پیاز بیاییم نرخ کارتوشکا 3.5 سامانی، پیاز 3 سامانی، سبزی 2 سامانی این یک کیلوگرمیش در نظر دارم. خب خدا کند که نفرای پولدار هم باشن در میان بیننده های ما که 1 کیلوگرم گوشت بخرن با 68 سامانی. خب اگر تخم هم بگیرین 30 دانش 27 سامانی که همگی چند روز پیش در 23 و 24 و 20 همین خیلی میافتیم ما. اگر مبادا بیایم به طرف میوگی ما اگر سیبای فیض‌آباد به قول برای ما فروختن 3 کیلوش 10 سامان و با 2 کیلوش 10 سامان و اگر بگیریم ماندارین 13 سامان کیلوگرمش مبادا کسی که با پولدارتر باشد ماندارین بخرد. خب همین گونه قند سفید هم 12 سامانی است اگر برای شکرم بخریم هم. خب این یک محصولات اول نیازی مردم است که ما نوع مثلا گراخ 13 سامانی، نخود 22 سامانی، مکرون یک نوعش که کیلوش 12 سامانی. این دیگه چیزاش هم هست که حالی من چی گفتنیم این نرخ را برای شما گفتم. اونایی که گفتن که یکی دلیل از نرخ‌های بازار برای ما چرا نمیگی که گران شده است این و آن و ما امروز این بازار سنجی را کردیم در بازار مرکزی شهر حصار و آمدیم دیار پدری زادگاه در همین شب روزه که دنیا مثل سال 2020 یک حالتی تومن میماند، یک حالتی که پیشروی آدم ناروشنی میماند. تومن است، نمیدونه که اون طرف چی حاضر واقعا انتظار میشد ما را که وقتی که کرونا ویروس آمده بود و ما در همین حالت و شرایط بودیم یک حالتی پانیک افتیدیم به قول واهمه هنگامه در افتیدیم و حالی بازم دوباره همون وضعیت آمده است در کشور ما که جنگ باشد. مادر جان ما را خوراک فریاد دارد حتما میریم حالی که جنگ از ما هزارها کیلومتر دور است ولی تاثیرش امروز در کشور ما است. یعنی با هر دلیلی که شاید یعنی ما یک کشور هنوز هم صادراتی نیستیم، یک کشور وارداتی ولی نمیدونم با یک کشور اگراری هستیم، اکنون اگرو صنعتی میشویم. چرا تلاش و زحمت و نمیدونم خواهش و مسئولیت ناکی مسئولین وزارت کشاورزی یا خدمات های دیگری دخلدار در همین شب و روز اگنتی ذخیره ها دیگر نهادهایی که باید داشته باشند چرا کم به نظر می رسد؟ متاسفانه من بسیار خواهش میکنم از مردم شریف تاجیکستان، از هموطنای عزیز، از یکایک شما بسیار خواهش میکنم باید تیار باشیم. گفتی استاد صفوت برهانوف که در قلب جنگ بود خود خدا را شکر آلمان رفته است، باید تیار باشن شاید از این وضعیت بدتر ولی به هنگامه نیافتیم، به پانیک نیافتیم. از این که به هنگامه میافتیم به پانیک میافتیم چی ضرر چی فایده خودمون از این بهتر میدونیم. برام خواهش میکنم از صاحب کارا و از اونهایی که چند درهم زیاتی دارین بسیار خواهش میکنم در همین شب و روز همسایه ها دوستا عزیزایی را که نیاز دارن تنهاشون نگذارین. بسیار خواهش میکنم و چند حرف و پیام دیگر با وزرا و رئیس های دیگر که میخوام با اونها بگم که یعنی در همین شب و روز مسئولیت نمیدونم
вазифа ин чизоро бояд бештар эҳсос кунем ва мардумро дар ҳамин шабрӯз танҳо нагузорем, ки якам нобоварии мардум боз зиёдтар нашавад, худое накарда. яъне ба эҳсоси мардум бозӣ накунем. Аз соҳибкорои азиз бисёр хоҳиш мекунам, ҳамун ордҳое ки варен дар амборҳотон истодааст, ҳамун равғанҳое ки ҳаст дар амборҳо истодааст, ҳамун нархи бензину газе ки қимат шуд дар бакҳо истода буданд то як вақт дар захирагоҳҳо. Хуб намедонам, бо ҳар далеле қимат кардед, шумо хоҳед бигӯед ки хуб бозор пагоҳ қимат мешавад, мо наметавонем дубора харид кунем, вале ҳоли шумо фоидаи даҳчанд мегиред ку. хоҳиш мекунам инсоф кунед ба ҳамватанон, ки мо дар якҷоягӣ будем, ки бигӯем ки ватан дигарай. бисёр хоҳиш мекунам ҳамватанои азиз ба ҳангома ва ба паника дода нашем. ватан дигарай падруд, то дурудҳои дигар.